خب بیایم به روانشناسی موفقیت بپردازیم. همه مردم غریزه موفقیت دارن، یعنی هر کس پیشرانه‌ای داره که توانایی‌های واقعیشو به حرکت در میاره. این پیشرانه در شما نصب شده. در کودکی وقتی چیزی رو لمس میکنین، میبینین، حس میکنین و میشنوین، اونو یاد بگیرین. بزرگسالان هم همیشه میخوان خودشونو بهبود بدن. همه برای رسیدن به موفقیت بلند پروازی دارن. تنها چیزی که کارهای شما رو محدود میکنه طرز فکر خود شماست. یعنی این که فکر میکنین براتون غیر ممکنه، ای کاش میتونستین، ای کاش میشد و غیره. ولی همه قدرت رسیدن به موفقیت رو دارن. یه جمله است که میگه درون هر شخص قدرتی نهفته وجود داره تا توانایی‌های خودش رو درک کنه. مربی خودم آقای ارنست هوم گفت همه احساسات منفی ما به خاطر توانایی‌های از دست رفته ماست. در واقع منفیگرایی و نشانهای ضعف در شما به این دلیله که میخواین خیلی بیشتر از حال حاضر باشین. فقط یه چیزیه که جلوی شما رو گرفته. مثلا به محض اینکه حس بدی به خودمون پیدا میکنیم، از یه آدم فعال به منفعل تبدیل میشیم. به نظرم قانون 80-20 در جامعه ما اینطوری که 20% از افراد مثل شما فعالن و وقتشونو به انجام کار جدید اختصاص میدن و 80% منفعل هستن. آرزو میکنن، میگن ای کاش بشه و امیدوارن فرجی بشه و به موفقیت برسن. برای همین بلیت لاتاری میخرن. میدونستین وقتی از 68% جوانان امروز میپرسین در آینده دوستانی چیکار بشین، میگن میخوایم سلبریتی بشم. ستاره ورزشی، ستاره موسیقی، رقصیدن و آواز خوندن با ستاره‌های رقص و موسیقی آمریکایی. قهرمان ورزشی بشن. فکرشو بکنین 68% جوانای آمریکا میخوان سلبریتی بشن، ولی شانس خیلیاشون یک چند هزارم یا 1 میلیونیومه. واسه همینه که انقدر به شبکه‌های اجتماعی و برنامه اپرا اهمیت میدن. فکر و ذکرشون آخرین برنامه اپراست. شما رو نمیدونم، ولی اپرا بعد از ظهر پخش میشه. اگه برنامه اپرا رو تماشا میکنین، یعنی زندگی افتضاحی دارین. زندگیتون پوچه. همه اونایی که اپرا تماشا میکنن یعنی بعد از ظهر توی خونه‌شونن و هیچ کاری نمیکنن. میدونین عکسشو 50 ساله که روی صفحه اول روزنامه میبینم، اپرا اینور اپرا اونور و 50 سال تیتر اول همه روزنامه هاست، ولی تاثیرش در موفقیتتون 0%. هیچ فایده ای نداره، ولی مردم شیفته اپرا هستن. شبکه‌های اجتماعی اپرا، فیسبوک اپرا. خودم زدم و گفتم چه شده؟ وقت تو بذار واسه کسانی که مهم هستن. وقتی که برای اپرا میذارین و برای بچه‌هاتون میذاشتین الان انقدر بیادب نبودن. بگذاریم. همه آدم‌ها یه غریزه موفقیت دارن. موفقیت 7 پیش نیاز داره. وقتی من از موفقیت میگم، مردم میگن تعریفت از موفقیت چیه؟ چطور تعریف میشه؟ بهشون میگم برای انجام هر کاری قبلش باید کاری کرد. پس قبل از اینکه در مورد موفقیت بیشتر صحبت کنیم، باید پیش نیازهای موفقیت رو توضیح بدیم. اولین پیش نیاز برای رسیدن به موفقیت آرامش روانیه. آرامش روانی فقط در زمان نبودن ترس و احساسات منفی به وجود میاد. اگه به تمام آموزه‌های معنوی، همه ادیان، مدیتیشن ها، همه فلسفه ها و همه آموزه‌های فکری تاریخ نگاه کنین، ببینین قصدشون اینه که مردم جوری فکر کنن تا به آرامش روانی برسن. قانون میگه اگه در دوره دبیرستان آرامش روانی داشته باشین، احتمالاً هرگز اشتباه نمی‌کنین. میگه آرامش روانی در دبیرستان باعث میشه همه چیز درست بشه. پس اگه بدون آرامش روانی به موفقیت رسیدین، خودتونو شکست خورده بدونید. چون الان خسته، عصبانی، ناراحت و مضطرب و غیره هستین. پس آرامش روانی چیزی حیاتیه و باید مدام از خودتون بپرسین باید چه کارهایی انجام بدم که به درجه بالایی از آرامش روانی برسم. وقتی ترس و افکار منفی رو کنار بذارین، زندگیتون مثل خلا در آرامش کامل به خودش ادامه میده و شما آروم میشین. وقتی مشکلات رو از خودتون دور کنین، همه چیز درست میشه و به آرامش کامل میرسین که این بهترین تجربه زندگیتون خواهد شد. باعث میشه از همیشه خوشحال‌تر باشید و این به صورت تصادفی اتفاق نمیفته که یه قدمی بزنین و یه آرامش روانی پیدا کنید و بذارین تو جیبتون. باید داوطلبانه زندگیتون رو طراحی کنین تا یه حس بی‌نظیر آرامش داشته باشین و البته نتیجهش هم شادیه. تمام این تلاش‌ها برای شادیه، فقط برای اینکه به خوشحالی برسین. یه روانشناس سالها پیش کشف کرد که تمام مقیاس انسانیت یه فرد میزان خوشحال بودن اون آدمه. یعنی اگه همه موفقیت‌های دنیا رو به دست بیارین ولی شاد نباشین و از زندگی لذت نبرین، خب پس قبول کنین که شکست خوردین و به هیچ دردی نمیخورین. همیشه داستان آدمای خیلی موفق رو میخونیم که یه عالمه پول داشتن و به مصرف کوکائین و الکل رو آوردن و سر تا سر دنیا سفر کردن، مثل چارلی شین. خیلیاشون
خودکشی کردن و از بین رفتن. این همه پول و شهرت و شکوه داشتند ولی آرامش روانی نداشتن. آروم نبودن. این پیش نیاز اول بود. پیش نیاز دوم موفقیت سلامتی و انرژی. یعنی بدون سلامتی و انرژی یه خونه متروکه هستین که هیچ سکنه‌ای نداره. انرژی همه چیزه. یه نگاه به کتاب خودم بندازم ببینم توش چی نوشته. باید بهش توجه کنین، چون اگه توجه نکنین نکات کلیدی رو از دست میدین. خودم این کتاب رو نوشتم ولی بعضی وقتا یادم میره. سلامتی و انرژی مهمه. این دو پیش نیاز لذت زندگی. مقدار انرژی شما عامل اصلی سنجش سلامتیتونه. وقتی صبح پر انرژی و شاد از خواب بیدار میشین، وقتی که از زندگی خودتون راضی هستین، همینطور بیشتر و بیشتر هم میشه. امروزه بیشتر از هر زمان دیگه میشه بهتر زندگی کرد و طول عمر بیشتری داشت. شغل منم اینه که راه این کارو به شما نشون بدم. از خدمات درمانی اینجا گله نداشته باشین، چون اینجا بهترین خدمات درمانی دنیا رو داره. هیچ کس برای خدمات درمانی از اینجا به کشور دیگه نمیره، مگه اینکه بره مکزیک و داروی قلابی ضد سرطان بخره که احتمالاً همون داروها میکشنش. هیچ کس تا حالا با اون داروهای سنتی و بیفایده از آفریقا و مکزیک درمان نشده. بهترین خدمات درمانی همین جایی هست که ما الان هستیم. شک نکنین. واسه همینم هست که من انقدر سرحال و خوب و شادم. خیلی خب، سومیش روابط دوستان است. این از همه مهمتره. اگه میخواین به موفقیت برسین، پس روابط دوستانتون خیلی مهمه. 85% موفقیت انسان به برخورد صمیمی با بقیه مردم بستگی داره. اگه با مردم مشکل دارین، این بلافاصله با آرامش روانی شما تداخل پیدا میکنه و سریع روی زندگیتون اثر میذاره. بیشتر بیماری‌های امروز منشأ روانی دارن. مغز که بیمار بشه، بدنم بیمار میشه. چرا؟ چون عصبانیت و خستگی همیشه در زندگی وجود داشته. 85% از مشکلات انسان از اعصاب داغونشونه. همینو بس. خب، در پاراگراف بعدی روابط اجتماعی شما به مقدار خنده با نفر مقابل وابسته است. خب شما دقیقاً چقدر میخندین؟ میزان خنده یه شخص سنجش سلامتیشه. ممکنه بگین من زیاد نمیخندم ولی خیلی سالمم. نه آقا، شما یه عالمه مشکل دارین. چون انسان تنها موجود روی زمینه که میخنده. اینو میدونستین اینجوریه؟ خود به خود میخنده. خنده از درون میاد، از روح میاد، از مغز شما میاد، از چیزهای جالبی که در دنیای بیرون میبینه میاد. پس هر چقدر بیشتر بخندین شما سالمترین. یادتون میاد نورمن کازینز چند بیماری مزمن و خطرناک گرفته بود به دلیل تنفس دود سوختای فسیلی. در هتل محل اقامتش مریض شد. رفتش پیش دکتر و بهش گفتش که من دارم میمیرم. تمام اعضای بدنش در حال فروپاشی بود. پس به هتلی نزدیک بیمارستان فرستادنش تا رفت و آمدش برای مداوا راحت تر باشه. و همسرش همینطور براش فیلمای کمدی می آورد. درس‌های خنده‌دار، کلیپ‌های جالب. اون چند تا برادر که اسمشون چی بود؟ چی فرمودین؟ آره، برادران مارکس. بله، برادران مارکس. همه جور کمدی براش می آورد تا بخنده و اونقدر خندید که بیماری‌های بعدش خوب شدن و کتاب عاشق دارو و معجزه ام رو نوشت. خیلی شگفت انگیزی که خنده باعث شد سیستم ایمنی بدنش تقویت بشه و بیماری‌هایی که اونو تا بستر مرگ کشوند درمان بشن. اونم به مردم یاد داد که شادی، سلامتی، خوشبینی و خنده زیاد چقدر براشون اهمیت داره و میتونه حال اونا رو خوب کنه. خنده زیاد همه فعالیت‌های بدن شما رو تحریک میکنه که همشون برای شما مفیدن. میتونین یه فیلم خنده‌دار یا گفتگوی جالب با کسی داشته باشین و شاد باشین. پس میزان خنده شما نشون دهنده میزان سطح روابط شماست. خب، چهارمین پیش نیاز موفقیت آزادی مالیه که این روزها یه مشکل خیلی بزرگ شده. یعنی عدم نگرانی مالی. نگرانی مالی اولین دلیل جدایی زن و شوهر هاست. مشکلات و نگرانی و درگیری سر پول. پس اگه مشکل مالی دارین روی روابط شما تاثیر میذاره و مشکل در روابط باعث میشه آرامش روانیتون به مشکل بر بخوره. پول یه موضوع مهمه. ما در 50 سال اخیر در بهترین کشور دنیا و بهترین اقتصاد این کره خاکی زندگی میکردیم. زمان ما وضع اقتصادی مردم در 95% دنیا خیلی بد بود و اینجا واقعا یه گلستان بود. پس به این نتیجه رسیدیم که هر کی اینجا به دنیا اومده باشه زندگی مرفهی داره. ولی حالا مردم فهمیدن دیگه اینطور نیست و اختلالات اجتماعی هم دقیقاً همینو نشون میده. امروزه اینجا اگه بخواید موفق باشین باید خیلی خیلی سخت کار کنین. باید صبح زود بلند شین و هر روز به شدت تا شب کار کنین. 6 روز هفته. هیچ آدم ثروتمندی 5 روز هفته کار نمیکنه. کل هفته رو باید کار کنید بدون هیچ نقصی، بدون استثنا. باید کار کنید.
هیچ آدم موفقی 5 روز هفته کار نمیکنه، چون اگه 5 روز هفته کار کنید در واقع همون 4 روزش تلاش جدی بوده و دیر میرین و زود برمیگردین و همش هم به نتیجه دلخواه نمیرسین. حتی اگه از شغلتون لذت ببرین باز هم به نتیجه نمیرسید. یه جمله معروف هست که میگه یه شغل لذت بخش پیدا کن انگار که اصلاً کار نمی‌کنی. منم 7 روز هفته کار می‌کردم و انگار یه روزم کار نکردم. و فهمیدم که اگه شما قبل از اتمام این جلسه بفهمین که کار مورد علاقتون چیه و کل تمرکزتون رو روش بذارین، انگار اصلاً کاری نمی‌کنین. اگه به ثروت رویاییتون نرسید، اصلاً براتون مهم نیست، اصلاً پولش رو حساب نمی‌کنین، چون اون کارو در سطح بالا انجام میدید، از خودتون راضی هستین و پولش براتون مهم نیست. پس آزادی مالی چیزیه که مردم باید داشته باشن. بدترین چیزی که مواجهش میشن قسط و وامه. به قول معروف وام میاد و میره ولی قسطش تا آخرین روز آزارت میده و بات هست. و قسط و قرضی که کمر آدمو میشکنه. واقعا چیز بدیه. ولی آزادی مالی روشی داره. اینجور نیست که صبح از خواب پاشی و بگی که وای امروز صبح آزادی مالی دارم. نه باید یه برنامه بریزین و مدت طولانی بهش عمل کنید و بهش پایبند باشین. چیزی نیست که بخواین در کوتاه مدت بهش برسین و خیلی از آدما به شدت زیر بار قسط و وامن. 70% از مردم آمریکا آخر ماه پولشون ته میکشه. 70% از آمریکایی‌ها یعنی آخر ماه هیچی پول ندارن، هیچ پس‌اندازی ندارن. یه خانواده معمولی آمریکایی با سرپرست خانوار 40 ساله حدود $40,000 ارزش خالص داره. این مشمول خونه‌شون هم میشه. در سن 60 سالگی ارزش خالصشون $62,000. یعنی سالی $1,000 افزایش داشته. بیشتر مردم آمریکا بدون مستمره تامین اجتماعی به فقر مطلق فرو میرن، چون هیچی ندارن. 70% هیچی ندارن. و چرا اینجوریه؟ چون نه تنها درآمدشون زیاد نبوده، بلکه پسندازی هم نکردن. میدونستین که در طول سالهای اشتغالتون اگه ماهی $100 پسنداز کنید، موقع بازنشستگی $1,000,000 پسنداز کنار گذاشتین؟ فقط ماهی $100. باورتون میشه اگه کسی یه تفنگ بذاره روی سرتون ماهی $100 پسنداز میکنین؟ اگه کل زندگی آیندهتون به این $100 ماهانه بستگی داشته باشه چی؟ خیلی خب بگذاریم. خب شماره 5 ایده ها و اهداف ارزشمند. ایده ها و اهداف ارزشمند شما رو هدفمند میکنه. به شما هدف و مقصود میده. باعث میشه صبح زود بیدار شین و برین دنبال کار. خیلی عاشق خوابن چون دلیلی برای بیدار شدن نیست. آدمایی که دنبال هدف و موفقیت هستن خوابو به چشم یه مزاحم میبینن، چیزی که فقط برای سرحال شدن نیازه، ولی به محض کسب انرژی از جاشون میپرن و میرن کاری کنن که از نظر مالی تامین بشن و پول در بیارن و بتونن موفق و پیروز بشن. ششمین پیش نیازی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم موفقیت، خودشناسی و خودفهمیه. وقتی از یونان بازدید می‌کردم با نیایشگاه باستانی آپولو در شهر دلفی مواجه شدم. اونجا یه مکانه که برای اونا خیلی مقدسه. گمونم دلفی در بخش جنوبی یونان باشه. یه نوشته اونجا بود که نوشته بود انسان خودت رو بشناس. مفهوم و فلسفه پشت این متن اینه که زندگی بدون خودشناسی ارزش نداره. اساس زندگی انسان خودشناسی و خودفهمیه. اینکه بفهمین کی هستین و چرا به اون کار مشغول هستین. چون بهش میگن هوش خودشناسی. طبق گفته دانشگاه هاروارد یکی از ارزشمندترین هوش‌های مورد نیاز در زندگی شماست. اینکه خودتو به خوبی بشناسی. نقاط قوت و ضعف خودتو بشناسین. آدمای بزرگی رو میبینیم که با خودشون رو راستن. وقتی میدونن توی کاری ماهر نیستن هیچ ادعایی ندارن، ولی بهترین کارها رو انجام میدن. آخرین پیش نیاز رضایت شخصی و خودباوریه. آبراهام مازلو گفت هدف نهایی از رشد انسان اینه که به خودباوری برسه و خودشو باور کنه. خودباوری اینه که هر روز کسی میشین که فردا میتونه کسی دیگه‌ای باشه. حس میکنین مدام رشد میکنین و اهدافتون بزرگ و بزرگتر میشه و بهتر و بهتر میشن. بیشتر و بیشتر یاد میگیرین و دانشتون همینطور افزایش پیدا میکنه. مازلو فهمید فقط 2% از جمعیت مردم آمریکا به خودباوری میرسن. جایی که میفهمن زندگیشون بی‌نظیره و همینطور گسترش پیدا میکنه و زیباست و اتفاقات زیادی میفته و بیشتر وقتا خوشحالن و لذت میبرن و غیره. فقط 2% اتفاق میفته. مازلو گفت دستیابی به خودباوری همون رضایت از وجود فردی خودتونه، وجود یک انسان.
گفت 98% از جامعه ما دچار طاعونی به نام کمبود نیاز هستند. مدام نگران نیازها و نداشته‌هاشون هستند. شک دارن، میترسن و خاطرات گذشته رو به یاد میارن. فقط 2% به خود باوری میرسن. قبل از پایان کار هممون جزء اون 2%یم. کمبود نیازها مثل بوستر اول یه موشک بالستیکه. باید ازش جدا بشین، بعدش موشک زندگیتون سبک میشه. خب حالا میخوام 2 رمز موفقیت رو بگم تا این بخش رو تمام کنیم. اولین رمز موفقیت درکه که واقعا مهمه. درک هم از 2 چیزه، درک از خودتون و درک از دنیا، و این به زمان و مطالعه نیاز داره. دومین رمزم تلاشه. باید کلی کار کنین، باید تلاش‌های ضروری رو انجام بدین تا بتونین موفق شید. در تحقیقاتی که سالها پیش در فنلاند انجام شد، همه به واژه کار میرسیدن. اگه میخواین تناسب اندام داشته باشین باید کار کنید، ولی متاسفانه بیشتر مردم، یعنی 50% دوم، آدمای واقعا تنبلی هستن و نمیخوان به خوبی کار کنن و ورزش کنن. در واقع 3 نوع تنبل داریم: تنبل، خیلی تنبل و ناجور تنبل. و امروز بیشترین ضرورتی که جامعهمون میبینه اینه که آدمای تنبل میخوان نتایج آدمای سخت‌کوش رو داشته باشن. به آدمای تنبل میگیم آدمای معمولی، با آدمای موفق میگیم میلیونر و میلیاردر و میلیونر و میلیونر و میلیونر و میلیاردر. ولی باید بدونین بیشتر این میلیونرها از صفر شروع کردن. خیلیاشون فقیر بودن و مهاجر بودن. 20 الی 30 سال طول کشید تا از نظر مالی موفق بشن. از تنبل بپرسی میگه بهشون ارث رسیده، پول افتاده تو بغلشون. چند سال پیش یه سیاستمداری بود که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. گفت اونایی که سر میز قمار زندگی خوش شانس بودن باید به اجبار ثروتشون رو با بقیه تقسیم کنن. این ذهنیت اون آدم بود. توی فکرش این بود اگه موفق شدین ولی شانسی بوده، پس واقعا حقتون نیست، پس باید ازتون بگیرن و بدن به بقیه. حقیقتاً برای کسب موفقیت تلاش بسیار زیادی لازمه که باید اونو انجام بدین، ولی با روش‌های امروز میتونین از شدت اون تلاش کم کنین. میخوام اینجا بهتون یه تمرین بدم. روشی در صفحه 5 کتابم نوشتم که باید به خودتون از 1 تا 10 در هر زمینه نمره‌ای بدین. با خودتون رو راست باشین و اصلاً کلک نزنین. قرار نیست اینا رو به کسی نشون بدین مگه اینکه خودتون بخواین نشون بدین. پرسش اول با نمره 1 تا 10 با این جمله چقدر موافقین؟ من کاملاً از ترس، استرس، اضطراب و نگرانی و احساسات منفی خالی هستم. از 1 تا 10 نمره بدین. یادتون باشه در نمره دادن همیشه در طول زندگیتون باید سریع، فوری و بلافاصله نمره بدین. مثلا به این فیلم از 1 تا 10 چه نمره‌ای میدی؟ همه میدونن 7. بنگ، بلافاصله نمره دادین. پرسش دوم، من توانم. کاملا توانایی لذت بردن و رضایت از روابط اجتماعیمون رو دارم. از 1 تا 10 نمره بدین که چقدر باهاش موافق هستین. من کسل نیستم و سلامتی و انرژی زیادی دارم. عدد 10 بالاترین نمره است. من کسل نیستم و سلامتی و انرژی زیادی دارم. کاملا از نگرانی‌های مالی مبرا هستم. بابت این سوال متاسفم. از 1 تا 10 به خودتون یه نمره‌ای بدین. 5. من ایده ها و اهداف واضحی دارم تا به زندگی معنا بده. این سوال خوبیه. نمره 1 یعنی کاملا بی هدف و 10 یعنی با هدفی بسیار واضح و روشن هستی. شماره 6. من کاملا خودمو درک کردم و کارهامو با دلیل انجام میدم. شوک بزرگی بهتون وارد میکنه. نمرتون هرچی هست بنویسین. شماره 7. با تمام وجود مطمئنم که میتونم به هر جایگاهی برسم. به خودتون نمره بدین. در آخر میرسیم به یه پرسش نهایی که میگه با توجه به درس‌های این جلسه بلافاصله چه اقدامی میکنین؟ اقدام شما میتونه ساده باشه. اول بهبود مهارت پنجم یا تعیین یه هدف در زندگی. ممکنه موضوع ساده‌ای باشه ولی توی ذهنتون نقش میبنده. حالا یه پرسش مهم. دلیل حضورتون توی این سمینار چیه؟ دلیل حضورتون اینجا چیه؟ برای من که یه مأموریت اضطراریه. پاسخ همون کاریه که انجام دادین. اقدامی که میکنین. تنها فرق آدمای موفق و ناموفق اینه که آدمای موفق به شدت اهل عملن. شکست خورده‌ها فقط حرف میزنن. حرف.
ولی آدمای موفق اهل عملن، یه فکر دارن و بهش عمل میکنن. بلافاصله پس از رسیدن به نتیجه یه هدف دیگه تعیین میکنن. پس هر موقع تو کتابا به این پرسش رسیدین که بلافاصله چه اقدامی میکنید، سریع اولین چیزی که به ذهنتون رسید و به خاطر بسپارین. وقتی که این سمینار رو ترک کردین، اونو انجامش بدین. اونم خیلی سریع. بعضی وقتا فقط یه ایده است که وسط یه سمینار به ذهن شما میرسه و خیلی ساده است، ولی میتونه زندگی شما رو تغییر بده. مردم میگن وسط حرفات یه چیز بی ربط به ذهنم رسید و انجامش دادم و زندگیم تغییر کرد. با آدمایی صحبت کردم که در قعر ورشکستگی بودن، بعد از 3 سال با 13 شرکت و 10 میلیون دلار حساب بانکی برگشتن پیش من. میگن یه ایده زندگی منو عوض کرد. وقتی که برگشتن اونجا سودشون چند برابر شده بود. شرکت دومم تأسیس کردن، سوم، چهارم، پنجم و همینطور محصولاتشون رو میفروختن. قانون میگه اگه ایده به ذهنتون رسید سریع بنویسینش، چون بعضی وقتا مثل یه شهاب سنگ رد میشه و میره و اگه سری اونو ننویسین از دستش میدین و 1 سال بعد یادتون میاد و میگین وای 1 سال پیش به ذهنم رسیده بود و چرا اونو ننوشتم. پس اگه اونو بنویسین دیگه هیچ وقت پشیمون نمیشین. درست نمیگم ها؟ فقط بنویسینش. که ما رو میرسونه به یه نکته از قانون روانشناسی موفقیت. هر چیزی که ذهن انسان میتونه درک و باورش کنه میتونه بهش برسه. ویدان مهارت آموزی آنلاین